خوبی چو از حد بگذرد، نادان گمانی بد کند. وقتی کسی ما و شما را احترام میکند، قدر میکند، این معنای آن را ندارد که ما از دیگران بالا هستیم. هر کسی ما را احترام میکند از روی آدمگری و تربیت گرفته اش احترام میکند. برای همین فکر میکنم باید در عوضش ما هم نسبتشان احترام گذاریم، نه اینکه مثل انسان‌هایی که احترامشان میکنیم فکرهایشان با آسمان راست میشود. از این رو شاعر میگوید که خوبی میکنی بعضی انسانا ده، پول دار شوند میگن چی کردی مده، فراموش میکنن اول کی بودن، روزهایی بدشانه از یاد بودن. فراموش میکنن اول کی بودن، روزهایی بدشانه از یاد بودن. در این دنیا همه درد آشناییم، به هر راه نباشد با وفاییم. نبردارد کسی تابوت خود را، برای یکدیگر در کار ماییم.